اگر از علتهای عمده خشونت‌های خانوادگی در افغانستان لیست بسازیم، عنوان اولی که در او میشه برش اشاره کرد الگوهای فرهنگی است. یعنی فرهنگ ما متاسفانه مملو از خشونت است. فقر و استرس اقتصادی یا مشکلات مالی هم یک عامل است و تحریک میکنه این خشونت ها را و مشکلات را. مشکلات ارتباطی، مثلا اختلاف در ارتباط، ناسازگاری، تضاد نسلی بعضا سبب میشه. مسائل روانی و اعتیاد اخیراً زیاد سببی مسئله شده، مثلا افسردگی هایی که مردم ما داره، استرابی که داره. فرهنگ جنسیتی یا جندری و نگاهی که ما به جنسیت داریم در افغانستان همچنان یک عامل خشونت خانوادگی است. میشه تا یک حد عدم دسترسی به بعض منابع، مثلا مطالعه، خدمات اجتماعی، یک عامل باشه و من فکر میکنم که اگر اینا سرشکار شود مشکلات خانوادگی در افغانستان حل میشه.